سلام عزیزان، امیدوار هستم خوب سلامت باشین و خوش آمدید به چینل ما با یکی از برنامه‌های جذاب دیگر. عزیزان، امروز می‌خوایم در مورد بلور و یا سانسور کردن تصویر به شکل متحرک توسط برنامه اینشوت در موبایل بر شما بگویم. یعنی ای که شما به بسیار راحتی توسط موبایل میتونین یک تصویری که به شکل متحرک باشه او را بلور کنین و یا ای که رویش سانسور کنین. پس تا آخر با من همراه باشین. خب عزیزا، به خاطر شروع کار ما یک ویدیو را انتخاب میکنم. خب ما این ویدیو را به شکل امتحانی انتخاب کردیم و میخوایم قسمت روی امی شخص را که فکر کنم استاد هست و از قسمت بالای صرف به طرف پایین میایه، من میخوایم قسمت روی امی شخص معلوم نشه و امی قسمت را سانسور کنم. به خاطر سانسور کردن در قسمت استیکر آمده و این گزینه را انتخاب میکنم. خب زمانی که این گزینه را انتخاب کردم و سانسور ایجاد شد، شما میبینین که نوع های مختلف سانسور وجود داره که من میتونم هر نوع و یا هر شکلی از سانسور که دوست داشته باشم به خودم انتخاب کنم. خب به نظر من امی شکل سانسور بهتر است. خب زمانی که من نوع سانسور خود را انتخاب کردم، این گزینه را فشار میتم. زمانی که این گزینه را فشار دادم، شما میبینین که یک پوینت یا یک نقطه ایجاد میشه و بعد از این من سانسور خود را برای شکل تنظیم کرده و اما قسمت پوینت میگذارم و یا ای که مستقیما زمانی که ما سانسور خود را برای شکل تنظیم میکنیم خودش پوینت میگذاره و به همین ترتیب شکل را مد نظر گرفته و تا آخر پوینت گذاری میکنیم و یا نقطه گذاری میکنیم. همچنان فریم به فریم پیش رفته و بعد از او پوینت گذاشته میشه. خب فریم به فریم پیش میریم و پوینت ها هم گذاشته میشه و به همین ترتیب ویدیو را تا جایی که ما میخواییم و یا تا قسمت آخر ویدیو پوینت گذاری میکنیم. خب عزیزا، و به این ترتیب به بسیار راحتی توسط برنامه اینشوت در موبایل خود ما میتونیم که یک تصویر متحرک را سانسور کنیم. امیدوار هستم از برنامه خوش شما آمده باشه. به خاطر حمایت ما چینل را سابسکرایب کنین و منتظر برنامه های بعدی باشید.